میخوام برم پیش یکی از رفیقام که داره گرونترین جاده ایران رو میسازه. جاده ای که متری 1,000,000 دلار هزینه شه. میخوام بریم ببینم اصلا داره چیکار میکنه، چه خبره اینجا. شما هم بیاد بریم ببینیم. اومدم پیش یکی از مهندسا، مهندس افراسیابی، کسی که با گروه خودشون دارن گرونترین مسیر ایران، یعنی مسیری که متر 1,000,000 دلار هزینه‌شه رو میسازن. ما سلام. سلام. ما همراه باشید. هم گرونترین ماشین ایران اینجاست، هم گرونترین مسیر اینجاست. بریم ببینیم چه خبره. سلام، ما کجاییم؟ کجا داریم میریم؟ ما داریم میریم یه جایی که با دستگاه حفاری مکانیزه روزی 18 متر پیشروی رو داریم با قطر 9.32. بریم ببینیم چه جوریه. الان کجا اومدیم اینجا مهندس افراسیابی؟ همون مسیریه که 1,000,000 دلاره. متر 1,000,000 دلار. بله. خب الان ما بریم برای ببینیم چیکار کنیم. بقیه‌شو بعداً توضیح میدیم. بریم توی ویدیو دیگه بقیه‌شو ببینیم، چون تا اینجا یه مقدار ویدیو طولانی شده. من با مهندس برم بهتون میگم چه خبره. آقا ببینیم چیه.